به نام خداوندی بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز انشاءالله که در دو موضوع خواهیم صحبت کرد. یکم موضوعش درباره رحمانوف چه دستگیریش کردگی که سری قدرت اومدگی، دیگه‌ش که درباره جمشید و جاویدان و زنی جاویدان خواهیم صحبت کرد. برای اینه خیلیش بکنیم. این همی زنک زنی جاویدان چیچنکای امروز چند روز پیش پریپیسکا میکردیم، می نویست که من او هفته گفتگی بود که من میخوام که درباره جمشید و جاویدان برام صحبت بکنم. خودش من زنگ زدگی بود، همین پریپیسکا هستن، من روز میبرم نشان میتیم. همین زنک زنگ زد گفت که من درباره همینو دارم دلیل که اینا مقصد خواهینن با تاجیکستان همکاری میکنن، بگیم که مردم پستاوید میکنن چریزمن گپاش هم هستن. گفت که مقصد بیا وا بخریم. من یک جا بگیم که پرکتیکا کار رفتگی بودم میون خنده. بعد همین روز وقت من وا خوردم، تقریبا ساعتای 2 بود. ساعتای 2 بود پشتی بنهافی اما سنترالی میون خنده وا خوردیم. گفت که برای безопасности من تو باید گارانتی بتی یا که یگان پیسمن یگان کاغذم بتی که مقصد من ببرم در افیر گپ زنم پرابلم نمیشه. من گفتم داده چی پرابلم میشه؟ پرابلم شید بیا من بگم که یا که گفتم ترا تهدید کردن که نبرو در برنامه گپ نزن. همین خلاکی که جمشید قدی جاویدان تنگه اوره یک جای پیدا میشون و جوره من که باشید جمشید یه مشت میزنه در همین پرای سر. جمشید میزنه یا تا بگیم که خیلی دیگه بگیم که اونجا جای ایستادن من نبود، برای که من نمیخوام پرابلم. من 1000 باشید میگم که من 6-7 کودک دارم، من در پرابلم در کار نیسته. من اینا را گفتم روز 21 که اگر شما خاموش بشین من شما را میبخشم، برای شما قفای زندگیتون شد مبارزه میبره مبارزه نمیبره توکلتون به خدا. نه بازم به دست این زنک خواستن منو پدستا بکنن نگاه بکنه که جمشید قای جاویدان چند روز پیش پشتی خانه من اومدگی بودن، من رهشون دادگی نبودم. خانه گفتم بیام دروی من کی نیست شما را خونه من اومدم 500 متر از خونه من 1 کیلومتر دور بره من میام قای تو وا میخورم. رفتم قد چوبا خوردم گفتن که بیا بریم جای من اومدم خونه گفتم که من نمیرم یک اونجا قد شما. خب اشقلب که نوارم میمونم پریپیسکا ها گپا انشالله که صحبت میکنیم. این همین همون زنه کرد باز این همین دلش میریم. خب اینجا نوای برلین увидимся انهافی увидимся. خب این که آشنا تاجیکی من که باشه اینجا دا این همین همون زنه که فیسبوک شای اینجا بعد من پرسیدگی های که بگیم که جا تا بگو در گیجوی من با گیجو را بیام. این همین خیلی گپ ما پرتافتگیم همه جا مستپلژنش کردگیم. بعد در آخر اومد در واتساپ زنگ زد گفت که من در فلان جا در فلان پارکم پشتی بگیم که سنترالی بنهاف ده. من اومدم خطیش بگیم اونجا صحبت کردیم یک تقریبا 5 دقیقه. اینا پرتوف صورتی منوچهره و صورتی بگیم که رحمت الله را اینا را جمشید جاویدان که تا همینا را میشناسی. من نسبت اینا بسیار چیزا را میدونم. اکثر میخوام ترا بگم که این پد اینا من عقلم نمیگیره که چقدر یک برادری مخالف مبارزه چریز یک زنک شما مردکه هر جمشید جاویدان شما مردک نیسته.
به خدا قسم شما مردک نیستی. مردک رنگ شما نیسته. دلش میریم. ولی اینجا گپو زیادن در برای اینو. اینجا جمشید ببین چی میگه. های خداوند نگهبانت باشه. او هفته خواستی ما را جنایتکار برای تینجی بده که الماس. خب اینجا دوازی من این خیلیش کنم. نگاه کنید اینجا بعد که من زدن من در راه رفته شدم. این نویگاتورم گیرونای بگم که زپس رفته شده. تماشا که چی میگه. بعد که من زدای کو من برفتم پیش اینو. مثال نویگاتور من کلچت کردم اونجا خیلی میبینی. دای فیرود. چی میخواستی ات برای کار؟ ما چی جنایت کردیم؟ اگه من همین آخرون گفتنی من جمشید تایید فهمیدی. من بخدا شما را بخش دادم. در اولین من گفتم مردک برای میرم میگیرم. یکم پرابلم است. شما باید شما ما فکر قضیه دکتر وارده که دکتر من زدن نشینه. بخدا قسم جمشید چی کاری عزیز میوه. اگر حقت نکردم من الماس نه. هیچ دونسته بودی. خاطی جاویدان هر روزانه که برای پاسداری تیاگیش شما تماشا کنید. من برنامه الله شما را بخش دادم. یک سال بخیر من تمام زدن شما کو جواب میدی. تماشا کنید. ولی نه یک سال گفتم 10 سال گفتم کار میکنم فقط دشمنم ولی یک سال کار کردم ولی 9 سال دیگه خدا که در دل است میدونید 9 سال دیگه ولی خب گوش بکنه که میگه که من نه یک سال شده قفایت کار کردم ولی من 9 سال دیگه کار میکنیم. دلش داشنامه ها من هیچ چیزا موندنی نبودم. خواهش میکنم زنکا اگر تماشا داشته باشه بکشه یک نیم ساعت برنامه من درباره همینای خواهش میکنم زنکا اگر باشه اینجا اقارات داشنامه بکشه اپش گولکاتون تلفن‌ها دور بگیره خواهش بعد نیم ساعت بدره ان شاء الله که درباره رحمان صحبت میکنیم اونجا بگم که به تشویشه اینجا بدبخت بسیار اقارات میکنه چند نواروش هستن من که نمیدونم که کدمی نوار اینا من موندگیم که مثال کدمیش داشنام داره یا کدمیش نه. خب دالش میریم. فکر نکنی که با این یک مش بهش جان خلاص پلیس سیامکش دادی میدونی همین الماس میگم چه اول سنتیا پاری سیامکا کردم تو من سیامکا کردی من رفتم تو زنک گویدم تو زنک من پیدا کرد گفت بیا من جنایتکارا را گپاش ترا میگم من پرپیسکو چه نوشته که با اون زنک من اخلاقی نیست که الماس مالش تو چی میگه در قطعه نمی جومی دکای نوزه برک پارتیا دیگه میگیرش فهمیدی جانش میدم چیکار تو میدونی که کسی زیبا را مرد زیبا میگویا میفهمی تو یک شلوغی شما میگوی نمیگوی وای کار شما اینه که برای فن کردن تو پاتسا کردن آدم کو شما بانوی الله جواب میدی بانوی الله موش بچه بلد پولی کرو الماس این خیلی نیستا تو پاکش داشتی منافقت کردی خاطی عبادی منافقت کردی حیثی منافقت پدن علاقه دخبه زن خاطی طلاق ما خونات اومدم خاطی گپ زده ما همه گپ رو با ضبط کردیم سیونکا رو نپیش خونات ما خاطی نه جنگ پاگاش اخیس جنایتکار ما اپتا میگم الماس فهمیدی؟ خدا خونات نکه فهمیدی؟ من در همین میاد نمازی گوش که من در همین میاد بیا پارتو میسه پلاژنتا پارتو من فقط خاطی پالیسا خاطی شما بو میخورم مال با پالیسا را زنگ پارتو دا پیش پالیسا با پیش نیوان من رنگ تا قسم میخورم منافق نیستم لبو قسم بته فهمیدی بازن طلاق قسم پالیسا زنگ زنم در همین میاد هو زنگ پیش خاطی پالیسا هو من از میسه پلاژن میکنم بیا میسه پلاژن میکنم اول پالیسا را زنگ میسه پلاژن که با ویدیو زنگ بوینه جاوید خاطی زنک ترجمه میکنم خودم که زنده میم فهمیدی پاگانالات میرا ترجمه اون شبگم ما ترا این قمر فما پیش تو اومدم اون 2 هفته پیش گفتم ده مرد که خوب دست دادم رفت پاگاج اگر صورت ما را موند این جنایت کار از اون افریم کنم ما الماس ولی ما قسم خوردگی منم زن شلختم میگم ریالی میگم خیلی بدها نیست
فهمیدی ولی صبر عزیز کن تو چی کودکان نمیره را عزیز فهمیدم یگان چی نمیره فهمیدی عزیز وای یگان وقت نمیده وقت مایل شوخی وقت تمام نشو میده کدام وقت فقط همین پدرنالات را جهان شما آدم را فهم میکنی آیا شهر دیگه یا شهر دیگه در بیوه پسته و بله شما واقعا هم امنیتی فهمیدی من خیلی پدرانه خود باید باگیه حرام ای جاجا دا کازا هست کی کیا فرو کاگیا دال بایو من در دهنی همون زنی بلیکو هیچو بگم جاویدان اون همین من خودش فیروز کرده بنام یه الان نیکا در فیسبوک همین من دادگه همین نه ای من کلچ مازال چشیدی چی کردیا دیدی هم مش بچه چخل مگرزی تا هم رافیده همی رافیدی هم خیلی منافقی غرمیو رافیزی را غرمیو های بعد الماس برای خودت پروسه درس شوه کی همین را بگو بودن الماس شما تماشا کنید برای پسته و کنگی تو تمام اونو نگه یک سال زیاد خب اینجا این همی خیلی این همین عروسی بگم که چینوم داره عروسی جاویدان های بعد بگم که اینجا دا بسیار گپا بودن انشالله که این نوارها همش بگم که من با ایمیل پلیسه بگم که روی کردم چند دشنام های دیگه بود که جاویدان قلی جمشید دشنام کردن ها واقعا من گرفتم برای که نمیشود اوجا من نمیخوام جنگ من نمیخوام پرابلم من اگر میسودم اینو منم عیب میکردم نکی نگاه که شما مرد بشین بیایی اگه جواب بخریم آدم وره ایخه من تیوری قطعی باشه شما نی اجد نبیای آدم بزنی من چه پیش طرف دادم جمشه اجد نه اومد من نی اجد نه تبوکی نی اجد نه اومده اینجا ببرو بوکی نی اجد نه ما یک به یک بدیم همه خبود تو بکو یا زنه کمی گیری میای او زنه که خونهش سوختگی های جمشید جاویدان شما من به خدا شما را روز 21 گفتم اگر خاموش باشه بره قفای زندگیتون آخرون نوارم بود درباره تو گفتم بیای صحبت بکنیم برنامه کردم درباره شما که بیای صحبت بکنیم نه اومده با اپشتی من کار کرده این ای زنه که در کامنتری نویس بعد در فیسبوک نویس بعدی فیسبوک رقمای بگیم واتساپ گرفت برو اومد بگیم که با من در تماس شید گفت که بیا وا بخریم این زنک در لنسود زندگی میکنه شما جاویدانش در لنسود زندگی میکنه جمشیدش در چون کجا زندگی میکنه شما چه که یک هفته برنامه کشیدگیه که برای قطعی من وا خوردم انشاءالله که در سری سود وا میخریم این خیلی واینه سری سود این دفعه را کنکریت نی حکمت رحمانوف اگر تماشا داشته باشه ده جا برانی رو بود کنه برای جاویدان جمشید من چیزا جواب میگم فقط ایجا در این کارهایی که اینمی کشوکش طولانیه یک روزه ای کار نمیشه یک ماه نمیشه ای کار نکی من چی کاری که میتونم چی دلیل های دارم نسبت اینا چه جاویدان ای مصر نفرها را فروختگی تا حال در زندانن آدم ها در تماسن نوما و فامیلی هاشون وقتی در مصر بودگیش چه داملو بچه ها را فروختگی بچه ها تا حاضر را 18 سالی اونا زندان کردن چند نفرن نمبر نمیکنم روز ساعتش میام من همشه دکزد میکنم جمشید من درباره جمشید همین گفتم که نگم خدداری بکنم بره قفای زندگیش بشوه بازم بگیم که یه باری دیگه بگیم بیوه نشوه زنش این زنی نو گرفتگیش بیوه نشوه با یه باری دیگه خاطیرا بود بخته دو دیگه خاطیر هم موندگی نیست خاطیر یگان چی موندگی نیست
جمشید جاویدان تئوریتون رو ببینید. بخدا شما را یگان چی فایده نمیکنه. من اولی او زاولینی ما گرفتگی نبودم، اولی با این زاولین امروزه حاجی بخدا پلیسا خونه من رفت. حاجی خودش من تو بگم که جمشید تو آخری من چی بگم تره ایجا زیاد چیزها که من نمیتونم در اینجا نشون داده. تره من همه دنیا تا دارم. ایس وایست بگم که پلیش طرفتا ما پلاتیت کردگی پاییز در قپیدانت شترافت کردن دو بار کی پلاتیت کرد؟ برادر فوراچی بود. ما بودیم بچه ها بودیم که تره کمک کردیم که بدبخت من 50 دیرم که تره دادگیم دانسته باش که در 50 سوم 100 سوم میگیرم. اگر 50 سوم دادگی باشم 100 سوم تیاری تبین چند سوم دادگیم دوش دیمتی. شما اگه من شما را بگم که بخشیدنی بدم برای قفا زندگی تان بشه، نه شما بدبختا ولی نه سال دیگه شما باید پشتی من میزدی ولی نه یه سال شده بده. انشالله که روز ساعتش میاد شما در پیش قانون جواب میدید. من میتونستم که همونجا جنگ بکنم قد شما. من به نام الله از شما نمیترسم. پس در من پرابلم در کار نیست. در من پرابلم در کار نیست. خب چند چیزهای دیگه هست که خب انشالله که اینجا چند نوارهای دیگه هستن اونا رو من بگم که برای اونجا دشنام ها زیادن در اینش کم تر دشنام بود در اصولش بسیاری باید دشنام کردگه. من نمیخوام که جمع را زنکا خواهرها مادرها به احترام اونها من نمیخوام بگذارم این چیزا را. انشالله که کار نو سر میشود بگیره یک دیگه. جمشید جاویدان موضوع اینو خلاص. انشالله که درباره رحمانوف صحبت خواهیم کرد. تماشا بکنید برادران عزیز که اینجا چی گپه. یه بار دیگه بمونم نمکیه جاویدان غیورزاده بفشی امنیتی. من باور نمیکردم که همه انسان ها مثال هم خیلی قید بده ممکن ایرش گشتن مسلمان شده بگیم که خیلی چیزها میشواده واقعا هم که یک آدم میتونه که بگیم ایرش بگرده کلن مخالف بشه. نه که این انسان تاکتیک‌های کارش تاکتیک‌های گپزنیش کار برش همش امنیتیه. تماشا بکنید من عقلم نمیگیره که یک زنکه برای اینو وقتی میگن که ما برادر مخالفیم من زبان ما میبرم که وقتی مادری خواهری یک برادر مخالف را دشنام بکنم اقارت کردم بیای زبان ما ببری لبایتا فرق نداره. من برادرایی که بگن در این راه برآمدگی هم زید رحمان فیزالی می جنگن اونا را دشنام نمیکنم. چخه شما من اگه بگو تختم برادر میدونه نه زنم و نه دخترم نه اوچم نه یگان کس نمون دشنام اخوره کمکتون کردگی هم بگه که کردگی نیستم. من به خدا نمیخوام بگم درباره کارای کردگی من آدما بگن که من چیکار کردگیم. به خدا قسم مردم بگه که من کمک کیا را کردم چه کمک کردم. من خودسنایی نمیکنم. من رکلام نمیکنم که من یگان کار بکنم. من چیزی میدم از برای خدا میکنم از برای ریا نمیکنم. نه که من تا همین قمحل یگان چی نمیگفتم نسبت این اینو آن که اسپاس تماشا کنی. بدبختا شما این کیه غیورزاده انشالله که پال همین ترک حاجی دیلت کردم همین خیلی مستقیم در دستی همون بگیم که پلیتسای دادیم همین روزشه او پیشین کنارش برفتن نکرد و گفتی خطو. خب اینه
اینه جمشیدی بز نگاه بکنه که این انسان چه دشنام ها میکنن. نه تنها من حتی حیرون میشم بازم مخالفای ما همینا را پرتل میتین، همینا را بگیم که دستگیری میکنن، زن خواهر مادر لباچی دشنام میکنن. وقتی که یک آدم مبارز دشنام میکنه یا چه ایزن تا ای من برس مرده که من با مادر من یک نمال نخریدم که شما امروز دشنام بکنید، یا که من یگان چیز نکردم با عائله ما که شما امروز بگیم که عائله من یا که کودکی من دشنام بکنید. این کار من قانونی رفتار میکنم. من میتونم که برم لبای کارنگ شما وره بکنم. من در پرستوب نمیر زندگی ندارم. من در یک دولت دموکراتی حقوق بنیادی بگیم که دنیوی زندگی دارم، طبق قانون من رفتار میکنم. اگه شما تماشا بکنه که من به خدا شما را میبخشیدم، اگر این همی کارا نمیشید خاموش میشیده میرفته، من برنامه کردم برای شما ناومده، میومده گپ میزدیم، گپ نزده بو من اگه شانتاژ کردنی بده من اون زنه که تجاوزش نکردم، اون زنه که ای 5 متر دوری دبرش بدم. بگیم که درباره تو جاویدان گفت که من اینفورماسیا دارم، صورتای تر روی که صورتای منوچهر صورتای جاویدانه، گفت که بیا من نسبتی همینا من بگیم که معلومات دارم اعتماد. من فکر کردم که یگان معلومات من میگیرم او من نفهمیدم که شما این زنه قطعی بگیم که یک بار رحمت الله رو میخوای خواسته پستاوید بکنه با دمان تواش داده. خب انشالله که میبینی ای پیش روستون اگر سیاه نکردم من نم عبدالخلیل یا که امون الماز نباشم، ایتسا دانسته بگیرید. به خدا قسم یگان او یگان صابون سر شما را نمیشود دیگه. تو فکر نکی جمشید چیست برای تو میگم، تو فکر نکی تو جانی کبیری را گرفتگی تو کبیری کمک میکنه. اگر کبیری طرفداری ایت بکنه کو من باز قطعی کبیری کار میگیرم، یگان مشکلی نیست. به خدا قسم من خاطرات دیدم، چون چی دیدم نخواستم که دت پرابلم بشوه، نه که بدبخت انا که پرابلم را بگی. تماشا بکن. خب دیگه بگیم که درباره اینا صحبت نمیکنیم، بگیم که بس شونه میخوام انشالله که در سر سود این دفعه را خیلی دیگه خیلی کار بار رنگی او دفعه نیسته. ادوکت پلاکی بگیره پیشکی خبرتون بکنم، ادوکت بیپل یاردان تو نمیتیه، ادوکت هم یاردان تو نمیتیه، ایتسا دانسته بگیره. من در او پارک نوار بوده است. من اومده پلیسای زنگ زدن ویدیوها را پیدا کردن، چخشمو من زده اومده، چخه من گریختم، چخشمو من سر کرده گید کسا، همه چیزا در نوار است. انشالله که در سر سود رو میخوریم. خب درباره اینا خلاص انشالله که درباره رحمان صحبت میکنیم. خیلی بزغله در بین مخالفا هم متاسفانه زیاد شده. مخالفا صاحب ندارن میگم زیق میشون که مخالفا صاحب نداره. ای مردم مخالف، ای مردمی که در اروپای بیا سر راه این چیزا بگیریم. به خدا قسم این کارا نو سر شده، شما شوخی نفهمه ولی این کارا در چون گجا تمام میشون. شما فکر نکنه که جمشید جاویدان فقط در نسبت من یا که برادر رحمت الله یا که نمیدونم فرهاد یا که دیگه انسان ها مثال نمیخواد که زیاولی نمیکنه که در نسبت فروخ مثال اینو کردن. شما این منتظر نباشه با شما رمیه روز ساعتش. به خدا من شما را سری محل چند بار گفتم برادر مخالف بیا سری رای این سگ بچه ها را بگیریم. به خدا قسم همه فتنه را این همی دو آدم کاریدگیه. به خدا قسم دروغ تو نمیگم. برادرای مخالف کسی که در اروپا است کبیری سر کردگی
تا آستانه ایفا گوش کنی. بیایه به خدا قسم سر یه مسئله بیایم سری روی سگ بچه ها را بگیریم. غیر این صورت پرابلم هم میشوه. باور بکنی بابونه اینمی دو آدم یه بر آدم های میکنن همی اروپا. برای که آدم ها میان بگیم که شانتاژ میکنن، آدم در نرویش دستوید میکنن، کار میکنن که یکان کار بکنی. نه که من خیلی آدمی واز بینم. بچه برای من مقدس مادر مای، زن مای، دین مای، اینا همین سه چیز من حقارت کرده گیم. باید من چیکار کنم هم اینا را با گفتی شما؟ همین خیلی بمونمش برم. برادر عزیز به خدا قسم من شما خیلی پیش گفت دادم بیایل صاحبی بکنیم این مردم. به خدا قسم بیایل صاحبی بکنه. بیایل ما مردم بگیم، مردمی که بعد شما اومدن شما دستگیری شما میکنه. شما نمیگه که برادری عزیز اومدین زیدی رحمانوفی تمام یگان هیچ برکت دین خطی محیط بیا مبارزه ببریم. ای خطی کشیده نمیبروی، این ای کار میکنی این کار نمیکنی. شما نیسته ای چیزو میبروین. برادر عزیز به خدا قسم نمیخوام گپ سخت بگم. همه تو بنامی الان نیتون مبارزه نیست. همه قفای زندگی شاید برمده. ای برادر عزیز رحمانوف در اوجا موندگی ما در اروپا با این خدمت زده شدیم. یا ما سری راه نمیگیره. به خدا قسم من خودم سری راه اینا میگیرم. ای برادر عزیز ای سپاس من اعلان میکنم آشکار بیایه من صاحبیتان میکنم. ای مردم مخالف در بین ما نباید فتنه باشه. نباید یا آدم اشور فیاد چی بگه، نباید محمد اقبال یک کسی چی بگه، نباید کبیری یک کسی چی بگه. من پرابلم دارم با کدمه زنتون میزنم قیدان صحبت میکنم. یگان مشکلی نیسته. نه که امروز ما زیر یک پرچم نیستیم. هر کس به خودش چیز به حرکت داره. ما امروز در اروپا یک جا نمیشیم. شما فکر میکنه که ما پگاه تاجیکستان توغوری میگیریم. ما یگان محل به هدفمون نمیرسیم. اگر همین تبریم منتظر نباشه که یگان انقلاب میشوه یگان چی میشوه. من اینو خودم گپ میزنم. به خدا قسم من 10 ساله پریودی تاجیکستان نمیدونم که چی گپ میشه. هیچ چی نمیشوه. ما دو آدم در تای فوکمون سرشته که نتونسته سودیم. دو آدم اومده فتنه به خدا در بین 24 فتنه در بین نهضت فتنه بین بچه ها در همه اروپا من اومدگی بودم. مهر محبت دوستی بود. به خدا میرفته خونه من میومدم. من خونه ویو میرفتم. بازی یگان نفر نیسته. یعنی همه را دشمن کردن این شبوایش. بازی مردم فهمیدن که همینا بودن. زیاد انسان ها تماس میبرن برادر خیلی اونجا خطاگی شدگی بود. من نفهمم کی خطاگی نمینه. ما همه خطاکاریم. خطا میکنیم نه که اصلاح شدن در کار. به همین خاطر برادر عزیز بیایه زیر یک پرچم هدف رحمانوف باشه. بیایه مبارزه ببریم. بیایه در اروپا، در روسیه، در امریکا، در لبای جایی که مخالف هسته قدم نفرهایی که همین خلکی بعد اینه خلکی چیشو میگن لک پک و مثل اینه دوتا جاویدان و جمشه میآین در بین مردم بگیم که فتنه میاندازن. سری راه اینا را ما بگیریم. اگر ما سری راه همین آدمایی که یتای فوک مونن نگیریم ما پیروز شدن نمیتونیم.